بزنیم با پارت 2 درباره امارات وودلند. خب نگاه بچه‌ها، ما در امارات وودلند خیلی چیزا داریم، ولی این بچه‌ها یکمش رفته زیر خاک، ولی اینا فکر کنم واقعیت باشن. در چیزای بقیه شاید باشه. نشون اینجا اگر بیاید نمیدونم امه اینا دارن یا نه، ولی اگر بیاید اینجا میگه هیچی نیست، ولی اگر برگردید صندوقچه اینجاست و مصر و اینو و بچه های راپله مخفی هم داره. بزن بریم که بهتون نشون بدم. راپله هم بهتون میگم، ولی این کله همین آدم ها خب 2 تا داره، ولی یکیش توش فکر نکنم باشه. نه یکیش نیست. اینا هستش تو 2 تاش هست. 2 تا داره. بریم راپله. بچه هیچ چیزی هست که همه بفهمن. اینجا کشتی کش اینا هست. اینجا صندوقچه داره و چیزهای خوب. بعد به شانستون بستگی داره که چی گیرتون بیاد. بزن بریم اون راپله. راپله رو پیدا کردم. اینجا از اینا اینجا جای خالی که اینجا راش میدن. اگر بیاین اینجا یه جای خالیه، میاد اینجا میری بالا. نه هرو برا اینجا سه چیزی نیا کنید چیه. خب من میدونم چی فهم، هم شما بفهمید چیه. به سر یک صندوقچه میرسید. اینجا توش چیزا خرطه پر اگر شاید داشته باشید چیزایی خوبه، ولی اگر بکنیم من زیرش هیچی نیست. اینو میدونستید که اینجا راپله داره. بچه ها زیرشو کندن زیر صندوقچه. به یه جور رسیدم واقعا. یا خدا. نه نگاه. وای چجوری بگم به وایسا بچه ها ما اینجا داریم تحقیق میکنیم. یه چیزی نیست. اینو دیگه نمیدونستم. یکی بچه ها نیست. اول بچه احمد بود. خب بچه ها ما میخوایم دقیق کنم یه چیزی هست نیست. این راپله فقط خیلی سخت. نه خونم نه دیگه چیزی نیست. مرسی.